از شما سوال میکنم این موضوع ساده‌ایه که بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوس‌های اسرائیله، مسئول مقابله با توطئه‌های اسرائیل در ایران هست، خودش جاسوس اسرائیل از کار در میاد. این که دیگه خبرش اعلام شد. این چیز شوخیه؟ یعنی اون فرد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل، هیچ ارتباطاتی نداره، پشتیبانی نمی شده است، عملیات فراوانی رو در ایران پشتیبانی کرده تک و تنها. این که کسایی که یه مقدار با کار آشنا باشن میدونن اگر کسی این ادعا رو کرد یه دروغ بزرگی، معلومه که شبکه هست. اون بعد خطی است که سر نخیس باید بکشیم تمام شبکه رو از تو کل کشور جمع کنیم. کجا جمع شد؟ یه نفر محکوم شد تمام، بقیه کجا رفتن؟ کجا هستن؟ خب اصلا چرا این اسناد ترمزآباد رو بردن، اسناد فضایی، کسی پاسخگو نیست. شوخیه، مهمترین اسناد کشور رو بردن. کی اینجا تحت سوال قرار گرفت؟ یقه کی گرفته شد؟ کی به دادگاه کشونده شد؟ شما خبر داری؟ چه خبر داری؟ این عملیات تو ایران هست، یقه شو باید بگیری که آقا یه مأمور راهنمایی اگه چراغ خوب تنظیم نکنه مردم معطل شن، رئیس بلادستی یقهشو میگیره، میاد تو تلویزیون عذرخواهی میکنه مردم ببخشید دیروز در فلان چهارراه مأمور ما تنظیم نکرده، شما 2 ساعت راهندون وایسادید از شما عذر میخوام. این همه اسناد از کشور بردن، هیچ که پیگیری نمیکنه، دنبال نمیکنه. حالا مورد دیگه هم بهتون بگم، اصلا تکلیف ترور فخریزاده چی شد؟ میخوام حالا یه بخش دیگه شو براتون افشا کنم. این موضع‌گیری‌های متناقضی که کردن، اصلا وزیر اطلاعات رسما اومد گفت ما خبر داشتیم از زمان و مکانش. پس چی شد؟ کی مسئول امنیت بوده؟ کی کوتاهی کرده؟ کی همکاری کرده؟ هیچ. این دانشمندای هسته‌ای ما ترور شدن، شهید شهریاری، شهید علی محمدی، آقای رضایی، آقای احمدی روشن، آقای قشقایی، واقعا چیش به کجا رسید؟ همون یه نفر که اومدن بهش گفتن تو بپذیر فرار کن برو آلمان، تمام همینطور بود. اصلا کسی پیگیری میکنه؟ تو دستور کار هست؟ نه. چرا نیست؟ آقا نهاد امنیتی مسئولیتش همینه دیگه که بره خط کور کنه. بعد خیلی راحت میگم ما از زمان و مکان ترور آقای فخریزاده اطلاع داشتیم. خب چیکار کردی؟ کی کوتاهی کرده؟ کی اومد محاکمه شد؟ کی معرفی شد به عنوان مسئول به؟ می‌بینید چقدر هزینه شنود میشه در کشور؟ شنود مردم عادی، شنود فعالین سیاسی. آقا کجا دستگاه اطلاعاتی تو قانون نوشتن تو باید فعالین سیاسی رو کنترل کنی؟ خلاف قانون شنود میکنن مردم رو، نگهبان میذارن. همین در خونه ما دوربین، چی دوربین گذاشته اونجا؟ مراقب شما باشن آسیبی نرسه. خب همین اون باند امنیتی داره تهدید رو جابجا معرفی میکنه. آقای باند امنیتی، نهاد امنیتی، شما باید برید دوربین رو در نطنز کار بذاری که یعنی نیان منفجر کنن بیش از 10 میلیارد دلار خسارت به ملت بزنن. باید برید در درگذابات نصب کنی که نیان اسناد قطعی کشور رو بردارن ببرن. باید برید تو سازمان فضایی بذاری که نیان سقف و سوراخ کنن اسناد کشور رو ببرن.